خیلی از دوستان ما سوال کردن که آقا برای پردار کردن اول برج 7 به چه شکلی و چگونه است. ما هیچ وقت پر کفترمون رو دود نمی کنیم، همیشه تا برج 5 دست نگه می داریم. از اول برج 4 2 روز بهش دونه میدیم، 1 روز دونه نمیدیم تا خوب سیر گشنه بشه و هفته 1 بارم بهش جو میدیم تا زورش زیاد بشه و پر شروع کنه به ریختن. این تا اول برج 5. اول برج 5 می‌بینید 2 پر یا 3 پر دیگه از کلاغ انداز دارن و پری به اون صورت نمونده. همون 2 پر یا 3 پر رو میزنیم و میذاریم 1 هفته بمونه. چرا هیچ وقت هم پر رو سریعا نکن؟ به خاطر چی میگم پرش اول باید قیچی کرد؟ پرش باید قیچی بکن چون وسط پر یک دونه سوراخ ریزی هست، ادمون هوا میشه، ته پر خشک میشه و سوت میشه. وقتی که بشینی یک دفعه پر کفتر رو بکنی خیلی احتمال زیاد میده که پر کفتر یا پیچ بشه یا کور بشه و خطا کنه. و هیچ عجله هم نیست چون که کفتر هنوز خیلی عادت دارن اول برج 7 کفتر رو پردار کردی خیلی خوب، هنوز 1 ماه دیگه وقت داری، هنوز کروت سرکله‌اش مونده، سرکله کفتر لخت خجاهاشو نریخته، پرش آنچنانی نداره. بس زیاد عجله نکن، به این روش اگه پردار کنید سال دیگه هم تا برج 3-4 قشنگ کفترت میپره. همه دوستان همیشه کفترهاشون حریفای دور بر ما رقیبامون پر کفترشون ریخته دیگه نمیپره، ولی کفتر ما قشنگ تا برج 3-4 راحت داره میپره. 1 کم دیرتر پردار میکنیم ولی خب پر کفتر هم پهن هم درشت بدون خطا همگی در میاد. هم موفق و پیروز باشید. پر کفتر هم نزنین. موقع کفتر پرش زده خیلی احتمال مریضی داره. بچه مثل مرغ کف بوم راه میره 1 کنار کت میکنه، نمیتونه بالا پایین بره، حتی تو چخ میکنی همه رو هم دیگه تلمبار میشن. خب این کفتر پردار باشه تا راحت بر رو چوب بندش. چی نیازیه که الان از 1 ماه 2 ماه قبلش پر این دون بسته رو میزنی؟ اشتباه 100%. آقا پرشو نزن، بذار پردار باشه تا اول برج 5. اول برج 5 2 پر یا 3 پر دیگه بیشتر نداره. اون موقع اون 2 پر هم که میزنی راحت میتونه بپره دیگه، احتمال از بوم افتادن پایین و آی کلاغ دادن و اینا هم نداری. موفق و پیروز باشید.